دیروز در تالار بینایی معروف به سزدنی میز مدور آید به مشکل و دستاورد زنان دهات در مسئله پست کردن سطح زورآوری خانوادگی در محلها برگزار گردید. در میز مدور مذکور از ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و دوستی ولایت ختلان زنان و نمایندگان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. 75% اهالی زنان تاجیکستان این زنان دهات میباشند. این یک قوه بزرگ است و در اکثر وقت این قوه بزرگ گویا که از جامعه شهروندی و از اینیشیاتیوهای گردنی بیرون هستند. ما خواستیم که همین چیز رو نشان دهیم به طوری پوزیتیوی، به طوری زنده. در میز مدور دایر گردیده زنان فعال دایر به پست کردن زورآوری در عائله و پرزور نمودن نقش زنان در جامعه سخنرانی کردند. همچنین دانشجو دختر از ناحیه شمس‌الدین شاهین دایر به تحصیل امروزهای دختران دهات در مکاتب‌های عالی ابراز عقیده نمود. طول سالهای پیش یعنی 10 سال پیش در ناحیه یعنی در دهات این چنین وای خواندن دختران نبود. برای هوسمند کردن دختران دهات برای مانده شد کوتاه پرزیدنتی. در اینجا وقتی که کوتاه پرزیدنتی برای مانده شد دختران دهات توانستند که برای تحصیل در مؤسسه‌های یعنی عالی کشور وای کنند خیلی تحصیل کنند. از ناحیه ما هر سال 3 یا 2 نفر است که نمیخونند. دیگر همه دختران مؤسسه تعلیمی را وقتی که ختم میکنند میتوانند که همشان یعنی به مؤسسه عالی کشور داخل شوند. مبارک مرادوی قید نمود که همصنف من وقتی که طول 2 سال میشود که در مرکز ملی تستی به قید میگیرد و برادران او صدیرای او میشوند. پدرش میخواد، مادرش میخواد او تحصیل کند اما برادران او نمیگذارند او تحصیل علم خود را دوام دهد. و دختر میگویند که تو به شوهر میبری، تو به یگان جا نمیروی. میگوید برای چی مرا نمیگذارید و برادرانش میگویند که ما نمیخوایم تو بخوانی. یعنی سر ما پس میشود به فکر برادران این که سرشان پس میشوند. یعنی آبروریزی میکنند دختر. مقصد از برپا کردن چنین میز مدور و نشستا پست کردن سطح ویرانشوی عائله‌های جوان و پرزور کردن نقش زنان در دهات‌های دوردست کشور میباشد.